درود دوستان عزیز، در پس منظر باز بودنی равзанаи зимистонаи трансфери در فوتبال جهانی، نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل را از بزرگکنی دسته‌های فوتبالی تاجیکستان و جهان منظورتان می‌گردانیم. سخنی نخستم این است که در صف قهرمانان فوتبالی کشور باشگاه استقلال با پرگی تازه‌کنی هیئت ادامه دارد. بعد رفتن اگر چرفچینکو باز 6 بازیگری دیگر صف دوشنبه‌ها را ترک نمودند. اینها هم حمایتگری نیگریایی جوزف اکارو، دو نیم حمایتگر ایرانی ریزا دقانی و سیاوش حق‌نظری، دروازه‌بان سربی نیکولاس توشیچ، دفاعگر مارلن چابانوف و نیم محافظتگری توجیک احسان پنجشنبه میباشند که فعالیت کسبی خود را در باشگاه‌های دیگر ادامه می‌دهند. همچنین اختم نظروف فعالیت ورزشی خود را در صف استقلال بعد سالیان زیاد جنبست کرد. چابانوف به صف اربیل عراق، ستوشیچ به هیئت خوارزم ازبکستان، احسان به دسته ترنگانوی مالایزیا گزارش انجام داد. خلاصه گپ این است که استقلال در پیشروی رقابت در جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا صف بازیگران را به کلی نو میکند. در حالی که نوگانی‌ها در استقلال به گفته اگر 100% نه 98% میشوند. پس میتوان گفت که استقلال هم به مثل ارکاداک در چمپیونات سوم باشگاه آسیا به نظرم چمپیون شدنی است. چطور گفتم احسان پنجشنبه بعد ترنگانوی مالایزیا رفت و همچنین همراه شیروانی را هم از سفیر گارتاداس با خود برد. این دو تن در سوپرلیگای مالایزیا در دسته برآمد خواهند که این حال آن جای پنجم را اشغال میکند. کی میتواند گفتند که این دو تن نفری پیشتاز در دسته ملی که از چمپیونات آسیای جنوب شرقی دوباره به استقلال برمیگشته باشند. در فضای فوتبال داخلی همچنین گپ و خبر آن است که طاهر مومینوف پس از مدت کوتاه مربیگری در صف ارتشیان در موسم قبلی اکنون به پرواز می‌دراید. نفری دارنده اجازتنامه پرو به مربیگری دسته نوکار لیگ عالی پرواز باباجان غفورов شروع می‌کند. مربی پیشینی پرواز الشیر پالوانو باشد. نوست از آن که موسم قبلی در لیگ یکم قهرمان شد و بهترین مربی لیگ یکم هم دانسته گردید. وابسته به نداشتن اجازتنامه پرو هم اکنون به سفر خدمتی به قسمت دمگیری سفربر کرده می شود. محمد جان حبیب‌الله و سردار ترسونزاده هم چنین درد را دارد و وابسته به نداشتن اجازتنامه پرو از تیم راحت گرفته به لیگ عالی یک طرف ماند و اکنون تیم رفتگی به لیگ یکم را دیگر باره تمرین می دهد. اینجا گپ سر هولبوک می رود که ما از همین دسته را مربی معروف با لقب معلم در بازی گزارشی شکست داده بود. معلم به نظرم تا گرفتن اجازتنامه پرو دیگر دسته ها را از لیگ یکم به لیگ عالی برآوردن می گیرد. و دسته کارخانه تالکو باشد عزیزبک حییتوف برگشت. دست برای ریگری ها که چند مدت در این دسته برآمد نمی کرد پس از برآمد در تیم‌های خوجند و روشن دیگر باره به تالکو آرینا برگشت. با ریگارتاداس همچنین سابق بازیگری دسته های اوسیلوت روشن عبدالرحمن نازیموف شرطنامه بست. این هم در حالی است که به صف خود روشن سیاد کاووسشاه با قرارداد رمزی یک ساله همراه شد. یک گپ دیگر از فوتبال باشگاهی جنوبی کشور آن است که با حیثیت فرخار بعد رفتن شمس‌الدین قاسموف همچنین شاگردی سابقش از صف ارتشیان شرف جان صالحوف و دست برای استقلال صلاح الدین ارگاشف قرارداد همکاری بستند. نمیدانم کاری شمس‌الدین قاسموف با مهربانی های خاصه نسبت بازیگران در اوسیلات اینجا جمع کردن خال از بازی ها می شود یا نه، ولی احتمالاً کار آنجا بدون مصلحت های صبحانی نخواهد گذشت. سخن را اگر از فوتبال خارجی شروع کنیم، در وطن فوتبال من سیتی بدانی که آنتوان سیمنیو را خرید اکنون مصرفیات ترانسفری سیتی زمان گواردیولا از 2 میلیارد یورو گذشت. با سیمنیو از بورنموث باشد شرطنامه تا سال 31 بسته شده. طبق اطلاع رسانه‌ها ارزش ترانسفر 75 میلیون یورو ارزیابی می شود. بازیگری گانگی برای پیوستن به منچستر سیتی پیشنهادهای 4 کلوب پرمیر لیگ چلسی، تاتنهام، لیورپول و منچستر یونایتد را رد کرده است. عامل کلیدی در انجام این گزارش خواهش خود بازیگر بوده است. سیمنیو الکی با رفتن به سیتی در جام انگلیا مقابل اکستر سیتی به زدن گل دست یافت. در ادامه خواهیم دید که در پرمیر لیگ انگلیا سیمنیو با چه سیما و سمت به میدان می آید. گپ خبر از آن سوی اقیانوس باشد آن است که تیمو ورنر بعد از آنکه در صف تاتنهام حتی همگان از فوتبال باز بودنشان فراموش کردند
به چمپیونات MLS رفت. دستای نوی سابق بازیگر بوندستیم سانخاسه ارکویتس است که با فرصت‌های نزدیک ورنر اربی لیپزیگ را ترک نموده به قطعه آمریکا می‌رود. محمد سکا باشد بالاخره عاید ختم مسند ورزشی با صدای بلند اعلان نمود. پیش از بازی جام فرانسه مقابل PSG در ورزشگاه پارک د پرنس سکا در این باره اعلان نمود. دستای охирини محمدو باشد تورپدو کوتایسی از گرجستان بود. کانور گالخر از جمله کمشمارترین انگلیسی‌های بیرون از پرمیر لیگ انگلیس بود که از قفای دفاعگر کیرن تریپیر از اتلتیکو مادرید به وطن برمیگردد. باشگاه توتنهام هاتسپور طبق خبرها گالخر را در فرصت‌های آخرین از چنگال استون ویلا را بوده است. لندنی‌ها از برای این انگلیس به اتلتیکو مادرید 40 میلیون یورو پیشنهاد کردند. دستای اونای امیر استون ویلا باشد در مورد گزارش تیم ابراهام از بشکتاش ترکیه گفت و شنیدها دارد. نوابسته از آن که دسته الکای ماجرا را خریداری نمود، باز میخواهد یک حمله‌ور دیگر را شامل تیم کند. ماجرا از مهدی فرانسوی خریداری شده در صف منتخب زیر 17 سالهای انگلیا برآمد میکند. در مورد ترانسفر بازیگران جوان اگر سخن را دراز کنیم، پسر زلاتان ابراهیموویچ ماکسیمیلیان طریق اجاره از میلان به آیاکس پیوست. نیدرلندی‌ها حتی امکان خریداری پسر زلاتان را هم دارند. یک ترانسفر دیگری قابل دقت این البته که چون اگنت آزاد پیوستن ماریو بالاتلی به اتفاق از دسته امارات متحده عربی است. این دسته نماینده دیویزیون دوم فوتبالی امارات بوده. برای بالاتلی باشد 14مین باشگاه در مسند ورزشی است. ماریو البته با امید بازیکنی در اروپا به جنوا پیوسته بود ولی سر از تابستان سال 25 تماما بیکار بود. در اسپانیا داد و گرفتی ترانسفری میان والنسیا و ریال سوسیداد صورت گرفت. گورشاپارکان از دسته سان سباستیان عمر صادق را برای عوض 4.5 میلیون یورو خریداری نمودند. با بازیگر نیجریوی شرطنامه مهلتش تا سال 28 امضا کرد. یک کار دیگری سراسیمه‌واری بازاری را این زمستان فنربخچه استانبول انجام داد. سابق دسته ژوزه مورینیو که دعوای چمپیونی در ترکیه دارد با گندوزی از لاتزیو ریم شرطنامه 4 ساله امضا نموده. این ترانسفر برای ترک ها 28.2 میلیون یورو را ارزش پیدا نمود. بازیگر نامداری برزیلی و همچنین معروف سالیانی زیاد در برابر پول کارکنی و از برای جراحت گیری نیمار قرار کرد که در فوتبال وطن باقی بماند. او شرطنامه کاری خود را با باشگاه سانتوس تا آخر سال 26 تمدید نمود و می‌خواهد تنها طریق سانتوس در چمپیونات جهانی سال 26 در صف دسته آنچلوتی جای پیدا نماید. نیمار 33 ساله پس از بازی در اروپا و آسیا در هیئت دستای بارسلونا، PSG و الهلال عربستان سعودی ماه ینوری سال 25 به سانتوس برگشته بود و باز شرطنامه کاری خود را با این تیم بچگی تمدید نمود تا به تشکیلی و شب نشینی و زاد روزها در وطن سری وقت حاضر شده تواند. نواسته از کل این ترانسفرها خبری رفتنی خب آلونسو یا خود از وظیفه سبکدوش شدنش بعدی باخت در ال کلاسیکو تا جای همگان را به حالت شاک هم روبرو کرده است. بگویم هم خطا نمیکنیم، زیرا بازی ریال مادرید در فینال سوپر جام اسپانیا آنقدر بد هم نبود ولی چطوری بعداً مشاهده کردیم رفتار ستارگان آسمانی تیم شاهانه نسبت مربی حتی از بعد هم فلاکت بارتر بود. از چنین سبب‌های بی احترامی و نیافتنی دستگیری خبی آلونسو را مجبور کرده است که قرار قطعی عاید رفتن برآورد. پیریکار فلوپرس هم البته که با سری ویران از فینال ال کلاسیکو چون این گپی مربی را به زودی انتظار بود و درو عریضه استعفا را با دست لرزان امضا کرد. هرچند که آلونسو 7 ماه کار کرد و در دوام 30 بازی پس از مانوئل پلگرینی یگان جایزه گرفتن نتوانست ولی بهترین مربی ریال مادرید از روی فوزهای پیروزی در 10 سال اخیر است. وقتی مربیگی در ریال آلونسو 71 فوز بازی‌ها را با پیروزی جنبست کرده، کارلو آنچلوتی با 68 از 8 فوز در زینه دوم و خود زینedین زیدان با 60.5 فوز حتی سوم است. ولی شوری رسانه‌ها میگویند آلونسو از خودخواهی و بی احترامی دائمی در اتاق لباس بازیکنی این که این هفته شدت گرفت خسته شده بود. سبب دومی ذکر شده نبودن دستگیری از جانب باشگاه در ماه‌های اخیر بود. مثلا وقتی جایزه سپاری فینال سوپر جام اسپانیا آلونسو می‌خواست برای بارسا دالان قهرمانی تشکیل کرده باشد ولی مباپه با چند از همصفان بازیگران را از این قرار
қарори сармураббӣ гардонд. хол аст ки бо чунин равиши кор ва нарасидани дастон ба осмон ҷониби ситорагони тими шона дигар кор ҳам карда намешавад. дигар гуфтан ҳам мушкил аст ки барои нафарони гераклу гладиатор мисли Мбаппе бо Винисиус дар Реал киро мураббӣ биёранд. ин тоифа бозигаронро агар мисли Златан Иброҳимович лат накунӣ, кор ба хубӣ ҳеҷ пешам намеравад. ҳамзамон Фло Перес баъди оне ки Алонсоро ба зудӣ аз вазифа ҷавоб дод, нафари дигари дастони дастаи шоҳона Алваро Арбелоа чун сармураббии нави Реали Мадрид таъин кард. оиди сармураббӣ шудан Арбелоа ки қаблан чун мураббии Реал Кастилия дастаи эҳтиётии бошгоҳ буд, ба зудӣ ва саросимагӣ дар ситоди дастаи шоҳӣ ҳам хабар доданд. Алваро Арбелоа аз июни соли 25 сармураббии Кастилия буд ва тамоми фаъолияти мураббигии худро аз соли 20 дар академияи ҷавонони Реал Мадрид гузаронидааст. ӯ замони кориаш бо тимҳои ҷавонони наврасони Реал дар Инфантил А, Кадете А ва Ювенил А як қатор ҷоиза гирифта, ҳатто дар мавсими 22-23 соҳиби 3 ҷоиза дар чемпионат, ҷоми Испания ва Лигаи чемпионҳо ҳам шудааст. вале ин ҳамбоҳон кӯдакони наврасону як қатор ҷавонони ҳоло ситора нашуда буд ки бо онҳо ҳам кор осон буду, ҳам гапатро мегирифтанд. он ҷо ки нафарони гапзан набуданду аз ситораи осмонӣ ҳам дараке набуд, кор ба қавле ҳам ҷонон буд. вале дар Реали Мадрид ба назарам бо чунин бозигарони нозук дигар на Раул кор карда метавонаду на Арбелоа бо ситорагони собиқи дигар. ин ҷо агар Зиданро дубора даъват ба тим накунӣ, гапи мураббиёни андакумандакро инҳо нахоҳанд гирифт. масалан Мбаппе ҳар бозӣ гол мезанад, вале барои ҳар гол нозу ноз дар осмон дорад. Вини ҷуниор бошад 3 моҳ гол зада наметавонад, вале ҳамарӯза ҷанҷол мекунад. хуш бар оли Флик ки дар Барса на ягон бозигари гаронарзиш дораду на чеҳраҳои мағрур. ҳамагиро Ламасия дар доираи як интизому низоми хоса тарбия кардаву ҳамакнун ин истеъдодҳо дигар ҷоизаҳоро чун чангкашак ҷамъ кардан мегиранд. ин буд поёни барномаи трансфер дар амал. тансияту пулдор бошед.